سلام، موشکاف امشب وسط تشکه. نه اون تشک نه، تشک کشتی. چرا نداره عزیز جون؟ واسه خاطر دور جدید کشتی علی گدا و اکبر کوسه دیگه. حالا میریم که داشته باشیم یه فن زیر بغل از ولی فقیه زهر خورده. اما بشنوید از ادامه رسیدگی به پرونده متهمان فتنه 88 و اینکه تعداد این رسیدگی ها از 28 نفر به 38 نفر رسیده و حکم 14 نفرشون هم قطعی و به اجرای احکام فرستاده شده. اژه‌ای درباره مجازات‌های تعیین شده برای این مجرمان هم گفته فقط میزان حبسشون 1 تا 13 ساله. پرونده متهم میمه که از 3 روز قبل در دادگاه غیرعلنی کلید خورده هم سوال خبرنگارا از سخنگوی دستگاه قضا بود. الان دادگاه را قاضی محترم تشخیص داده به صورت غیرعلنی برگزار کرده و چون غیرعلنی هستش نه کیفرخواست به اصطلاح منتشر نمیشه، جلسات دادگاه فعلا منتشر نمیشه. بعد از اینکه حکم صادر شد قطعی شد، اون موقع بالاخره در اختیار رسانه ها و مردم قرار میگیره. اجمالاً من عرض بکنم که اجمالاً اتهام ایشون هم اقتصادی است هم امنیتی. این که دیدید و شنیدید گزارشی از خیز علی گدا واسه خاک کردن کوسه بود. حالا چرا؟ چون کوسه و شیخ فری فک علی گدا رو وا کردن و همینجوری دارن شر زهر رو میریزن تو حلقومش. مذاکرات هم تمدید شده دیگه نگو. این یعنی قوز بالا قوز، یعنی زهر بالای زهر. واسه همین علی گدا میخواد با یه فن کمر بچه کوسه یعنی همون مینه رو دراز کنه و نوک اکبر رو بچینه. بالاخره تعلل چند ساله در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی این هفته و با برگزاری جلسه غیرعلنی دادگاه در روزهای شنبه و یکشنبه به پایان رسید. آغاز محاکمه را باید به فال نیک گرفت. البته اگر سرانجام صدور حکم آن مانند حکمی که برای خواهر مهدی هاشمی رفسنجانی به جرم اقدام علیه امنیت ملی فال بدی را به ارمغان نیاورد. پرپیداست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این بار نخواهد گذاشت غبار زمان جرائم این فتنه‌گر را بپوشاند و ماستمالی کند. این غرغرای شربت نداری و باقی دلواپسا واسه اینه که میبینن دنب کوسه تا اندرونی قوه قضایی هم رفته و اکبر و شیخ فری دارن با غیر علنی کردن دادگاه میمه قضیه رو ماستمالی میکنن. اینم یه نمونه دیگه از قرولاند جکوتونه برای عظما. تأخیری که در رسیدگی به پرونده آقای مهدی هاشمی صورت گرفته است واقعاً جای دلخوری و به هر حال گلایه از قوه قضاییه دارد که چرا این مسئله تا این زمان طول کشیده است. خب دوستان، درست تو همین نقطه است که اکبر کوسه کنده افلاک عظما رو میکشه و میره واسه یه ضرب فنی. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری نامگذاری امسال از سوی رهبری به فرهنگ اشاره کرد و گفت صداقت گفتاری و رفتاری، احترام به مردم و خواسته های آنها و پرهیز از دروغ و تهمت و توهین اصل فرهنگ و زیبنده نظام اسلامی نیست که در سال فرهنگ شاهد افزایش گفتار و رفتار و غیر اخلاقی در جامعه و به ویژه در رسانه ها باشیم. به این میگن فن فریب. اسم علی گدا رو میاره و یه سال فرهنگی خرج میکنه، بعد با عمامه میره تو صورت عظما. از اون طرف هم رسانه ها و نوچه هاشو تیر میکنه که از این برا اون بر سیخ نماز جمعه رو فرو کنن تو جیگر عظما. وزیر اطلاعات: جای خالی بحث‌های هاشمی در نماز جمعه. خلاصه که وضعیت حسابی قراش میشه. یعنی بزنه. چه بزنی؟
ته خط باید دید بالاخره محاکمه این میمه به کجا میکشه. یعنی سر زیر بغل علی گدا جواب داره یا کنده افلاک اکبر کوسه. موشکاف همچنان رو تشکه و هر دوتاشونو زیر نظر داره. این وسط چیزی که له و لورده میشه نظام ولایت فقیه. موشکار